سلام بچه‌ها، خیلی مخلصم. شبتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بچه‌ها یه مطلبی رو یه جای خوندم، خیلی باحال بود. البته جسارت به هیچ طیف و طایفه و هیچ شخص و شخصیتی توی هیچ جایگاهی نمی‌کنم و این بحث فقیر بودن و ثروتمند بودن یه فکر و عقل آدم‌ها رو میرسونه. میگفت که ما دو نمونه آدما دو نمونه، یعنی یه نمونه که حالا فرضاً یه کسی که حالا زمین خودش رو فروخته، یکی شوهری که زمین خودش رو میفروشه و میره دنبال یه لنکروزر V8 میگرده که دوگانه سوز باشه. مورد دوم این که شخصی که حالا کارخونه دار بوده و ورشکست شده متاسفانه، ولی هنوز وقتی میاد داخل پمپ بنزین سوپر میزنه. این چیه تو کله یه آدمیه که از ابتدا فکر ثروتمندی داشته و اون شخصی که از ابتدا فکر فقیری داشته. مخلصم.